به چند تیتر خبری توجه کنید. چیزهایی که در سیاهچاله میافتند احتمالاً به آینده سفر میکنند. ریش‌هایتان را نزنید. آنها از پوست شما در برابر نور خورشید محافظت میکنند. این اعضا در بدن شما هستند، اما دانشمندان هیچ کدام از آنها را تا سال 2017 نیافتند. به نظر شما کدوم یک از این خبرها صحیح است؟ اینها خبرهایی هست که روزانه به اون برخورد میکنیم. خبرهایی که ممکنه همه ما رو دچار گمراهی کنه، اما باید ببینیم که این اخبار درست هست یا نه. گاهی اوقات پذیرفتن این اخبار باعث میشه ما دست به انجام کارهایی بزنیم که برای سلامتی ما مضره و در نتیجه گول بخوریم. گاهی هم شرکت‌های تجاری با اخبار شبه علمی دروغین قصد سوء استفاده از ما رو دارن تا محصولاتشون رو به فروش برسونن. البته هر خبری نیاز نیست اعتبار سنجی بشه، اما اگر خبری رو که می‌خوایم اشتراک گذاری کنیم یا ممکنه اون خبر روی سبک زندگی ما تأثیر مستقیم بذاره، باید اعتبار سنجی بشه. در این مواقع باید به این نکات دقت کنیم. آیا نویسنده این خبر چیزی رو که گزارش میده میفهمه؟ هر رشته علمی مفاهیم تخصصی داره و تا متخصص نباشی نمیتونی معنی اون رو درک کنی و هر علمی ادبیات خودش رو داره. برای اینکه اینو بفهمیم باید سوال دوم رو بپرسیم. آیا نویسنده این حوزه علمی رو به خوبی میشناسه تا بتونه یافته ها رو به خوبی منتقل کنه؟ آیا نویسنده اونها رو به دلایل تبلیغاتی یا سیاسی تغییر نداده؟ بهتره در برخورد با اخبار مهمی که به سلامت ما اشاره میکنه حتما منبع اصلی یافته ها رو بررسی کنیم و صرفاً به دلیل دریافت این خبر از دوستان یا آشنایان قبولشون نکنیم.